دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را از پیروزی نخست منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نو اگر شروع هم نکنیم، اطراف مطلب های دیگر فوتبالی هم سخن ها کم نیستند، زیرا که پیروزی ضد مالدیو بر این دسته ها باید برای تاجیکستان به قول پرابلم نشود و آنها را 2 گل نه بلکه اقلا 4 گل زدن در کار بود. در فوتبال فراگیر جهانی باشد، در دسته منچستر یونایتد هرچند که سرمربی روبن آماریم هر هفته انتی ریکارد عوض میکند، ولی چطوری میبینیم طاقت رهبریت دسته هیچ طاق نمی شود. هرچند که گفته میشد در صورت باخت از ساندرلند او را انیق از کار جواب میدهند، ولی این گپ هم به قول فیک بوده است. دقیق ترش اگر یونایتد از تیم نوکور چمپیونات 4-0 یا 5-0 مغلوب میشد، پس ممکن که یونایتد مربی نو میکفت، ولی چطور دیدیم خودی ساندرلند مغلوب شد و معلوم هم گردید که مالکان یونایتد میخواهند روبن آماریم در صف این تیم کم در کم 3 سال مربیگی کند. با قول رهبر این تیم سر جیم رادکلیف، روبن در مسیر 3 سال باید اثبات نماید که مربی خوب است. و ارسنال را مثال آورده گفت که فوتبال مهلت و تحمل پذیری را طلب می کند، ولی از جانب دیگر اگر به نتیجه های ارسنال نگاه کنیم، این تیم سالهای اخیر مدام به طور برقرار در چمپیونات دوم می شود. اگر یونایتد چون این طور بازی کردن گیرد، پس بعد زینه 16 موسم قبلی ما بعد 3 سال ممکن که دیوان سرخ را غرغر کنان در دیویزیون 3 انگلیسی می بینیم، زیرا چطور میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. در ادامه سخن سر مشکلات یونایتد میتوان گفت که آنجا اصلا سرمربی آنقدر عیبدار نیست. ممکن که مشکل در سیستم دستوی باشد، زیرا آنقدر مربیان و بازیگران گران ارزش که دسته شامل تیم میکند، ولی از نتیجه و پیروزی ها هیچ درکی نیست. خودی بازیگران ناکام در یونایتد سر از رونالدو تا به مکتامینی، انتونی و راسموس هویلوند وقت از اولد ترافورد می روند، در میدان‌های دیگر شیر می شوند. در آمده گپ راسموس هویلوند هم مثل آن طایفه قهرگردگان از قرار رهبریت یونایتد دیگر هیچ نمیخواهد که به این تیم برگردد. بعد آمار 4 گل در 6 بازی، این دنیوی را ناپولی میخواهد که با هر واسطه‌ای که نباشد در تیم محبوب مارادونا جای دهد. الکی گفته می شود که دسته اورلیو دی لورنتیس الکی در این سمت کاربری ها را شروع کرده. ما شاهد خواهیم شد که نفر نوبتی با اسلوب انتونی از جبر و ستم ناکامی دیوان سرخ با اشک شادی خلاص می شود. خود قهرمانی فعلی ایتالیا باشد این تابستان زیاد میخواست که برای عوض آوردن نفری دستان من سیتی کوین دی بروینه خود نیمار را دیگر باره به اروپا بیارد، ولی چطور دیدیم نیمار را به اروپا نآورد، ولی برای آن آورد که با آوردن این ستاره برزیلی به تیم موازنه مالیوی سری گرفتن معاش بازیگران در دسته ویران میشد، زیرا نیمار هرچند که سرجراحت و بزرگسال هم باشد، او را با 1 تنگه و 2 تنگه معاش در دل خود دسته فریب کردن نمی شود. او طلبات های خاصه خود را دارد و در دل خود تیم باید که در تمرین ها دیر کند، حتما جراحت بگیرد و از شب نشینی ها و جشن روزی تولد خویشاوندان در حیاتش دیر نکند. همچنین چطور گفتیم با آمدن نی به ناپولی گپ و چپ سر معاش بسیاری برزیلی زیاد میشد و از جانب دیگر عوض شوی احتمالی تاکتیک بازی هم میتوانست به میان آید. خلاص که رهبریت ناپولی با آوردن نیمار و آوردن کوین به نظرم قرار درست هم برآورد، زیرا نیاپولیتانی ها را عین حال مهم دفاع قهرمانی است، نه دفاع کردن از نفران خودپسند و شب نشینگردی در جامعه فوتبالی است. در حالی که نیمار تا حال هم از پول کارکردگی در ملک سعودی در وطن با قول کاتگوری میکند، ولی رونالدو باشد بر زمین رکوردزنی در گلزنی همچنین از روی پول کارکنی هم شف فوتبال جهان می شود. وقتی که خبر اولین میلیاردر فوتبالی شدن رونالدو هم در همه جا پهن شد، مخلصان این ابرمرد ورزش رقم اول در عوض پیروزی بر ضد ارتش بزرگی عبارت از دلدادگان مسی استقبال گرفتند.
زیادشوی دارایی و ثروت رونالدو با چنین صورت کیهانی البته که بعد گزارش به چمپیونات سعودی به میان آمده گفته می شود که بعد امضا کنی شرطنامه نو با النصر دارایی رونالدو به 1.4 میلیارد دلار رسید. مسی در آمده گپ در طول کلی مسند ورزشی 600 میلیون دلار کار کرده است. این از پول کریرو 800 میلیون دیگر کمتر است. در این باره نشریه بلومبرگ اطلاع می‌دهد. من باشم اطلاع می‌دهم که کمبودی پولی مسی از رونالدو هم آن کمبودی گلی ارژنتینی را نسبت رونالدو به یاد می‌آورد. با قول یک مخلص اشدی کریرو این ریش زرد میدک ارژنتینی باز هم در نزد رونالدو لاخ برآمد. اگر یک مورد یادآوری از سابق بازیگران بارسلونا و عین حال همدستگان مسی در امریکا هم نماییم، شماره نفران در آن سوی اقیانوس به مراتب کم شدن میگیرد. چند پیش اگر سرخیو بوسکتس در مورد ختم مسند ورزشی با انجام موسم جاری گفت این نوبت باشد ژوردی آلبا صدا بلند نمود که او نیز با انجام موسم دسته جورش مسی را ترک میکند. بوسکتس و آلبا از جمله آن بازیگران کلیدی بارسا در یک دور زمان بودند و محض وقتی بودن چنین بازیگران با همراهی مسی بارسا یک دوران در فوتبال جهان فقط گپزنی اساسی بود. بعداً چطوری دیدیم مسی با رفتنش به اینتر میامی با یک جوره بازی این نفران را هم به امریکا برد و آنجا تا جای دسته را آباد کردند. ولی چطوری دیدیم سین سال این نفران هم به جای رسیده و این اسپانیایی کاتالانی اخیراً قرار هم برآوردند که فرصتی آن هم رسیده است که در پیری اقلاً یگان سال هم باشد به مسی تلاش زندگی کردن را نمایند. ولی در دسته سابقشان بارسلونا باشد این موسم نیز به مثل موسم پیشین کلی چیز شایسته تعریف بود. اقلاً تا دو باخت پای همین این موسم کارها همه در بارسا جانان بود. ولی بعد آن که تیم فلیک از PSG در میدان خود شکست خورد و از سویلیا سرکوب گردید فشارهای مخلصان سری سرمربی و بازیگران هم بیشتر شد. نوابسته از این خبر برآمد که نیم حمایتگر هلندی این تیم فرانکی دیونگ در مورد تمدید کنی شرطنامه کاری با بارسا تا تابستان سال 29 به موافقه رسیده است. گفته می شود که روزگی شفایی در این باره علاقه یک قدم بزرگ به سمت راه حل این کار است. مخلصان بارسا هم به نظرم با امیدند که وقتی امضا کنی شرطنامه چون دایم مسئله تعیین شوی نوع معاش کاری در این راستا برای جانب‌ها دردی سر نمی شود. در بوندسلیگا باشد نفری خرده‌ای ستاره شو با نسب بیلینگم می‌خواهد که با کمک خویشاوندان ضد سرمربی تیم اسیان بردارد. دقیق تر کرده گیریم اینجا گپ سری ناراضگی نیم حمایتگر بروسیا دورتموند جو بیلینگم از قرارهای سرمربی تیم نیکا کوواچ می باشد. بیلینگم خرده‌ای از کم شمار بودن وقتی بازی در میدان ناراضی بوده حتی تهدید هم کرده است که میتواند از بروسیا زردپوشان رود. او بران است که نیکو کوواچ برایش وقتی کمی بازیکنی می‌دهد و تنها بر عوض جراحت برداشتگان به او امکان پیدا می شود. همچنین پدری جاب نیز بعد اجازه نگرفتن بهر ورود به اتاق لباس بازیکنی دسته پسرش در غضب آمده تهدید و اسیان جانبی سرکرده زنبوران کرده است. در این قضیه البته که میتوان مربی را هم درک کرد و باید گفت که اگر چنین بازیگران تا حال ستاره نشده جنجال‌هایشان بالاتر ستاره در آسمان هاست پس یگان آینده نکو را نمیتوان از دسته همین طایفه بازیگران تخمین زد. از فوتبال کشور امریکا باشد یک درخواست جدی به سمت بازیگر برزیلی توتنهام ارسال شد. رهبریت دسته اورلندو سیتی نقشه همکاری تابستانی را برای سال 2026 بر ریچارلسون تاریخ اگنتان روان کرد و با این نیتش می‌خواهد که این بازیگر هم از قفای سون و MLS دوان شود. این باشگاه MLS علاقه تاریخ دیرکتور ورزشی ریکاردو مریرا با نزدیکانی بازیگر گفت و شنیدهای ضروری را انجام داد و نیت دارد که این ترانسفر را تابستان عملی نماید. به نظرم اگر توتنهام این موسم یگان جایزه گرفتن نتواند و از جانب دیگر پیشنهاد پولی اورلاندو با قول سرش را تاب داده تواند پس ما به زودی رفتن یک ستاره دیگر را در MLS شاهد می شویم. سخن آخر این است که در چمپیونات اسپانیا هم اخیراً نخستین استعفای سرمربیگی رخ داد.
این حالت هم در تیم نوکاری لالیگا با نام اویدو صورت گرفت. این دسته همکاری ها را با سربی 48 ساله ولکو پاونوویچ و یاورانش همکاری ها را قطع کرد. مصلحت روبری این مربی و خدمت های مرد بزرگ با نام سانتی کاسورلا دسته راحت لالیگا را بعد 24 سال صاحب شده بود. ولی در دیویزیون اولی فوتبال اسپانی چطوری دیدم اویدو در 8 بازی 6 مرتبه شکست خورده تنها 6 گل گرفت. باخت‌های بزرگی دسته از رئال و بارسا را اگر یک طرف گذاریم روبریت حتی 2 پیروزی این مربی را هم تیز فراموش کرد و بعد جایش الکای لوئیس کاریونی 46 ساله را آورد. نمیدونم سابق سرمربی لاس پالماس چطور میتواند دسته را از زینه هفدهم لالیگا بالا برآورد، ولی همه این ناکامی‌های بروقتی به زودی سانتی کاسورلا را سرویران و دلکسل میکند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.